آلکاتراز بهتره یا کرای؟ این سوالیه که تو ذهن خیلی از پلیراست که کدوم یکی از این مپا بهتره. به طور کلی خب آلکاتراز قدمت چندین و چند سال بیشتر از کرای داره و همین باعث شده که بین پلیرها خصوصا پلیرهای قدیمی محبوب تر باشه. اما گیم پلی چی؟ خب اینم مسلماً آلکاتراز یه مقدار بهتره. دلیلم براش دارم، به خاطر اینکه مپ کرای چندین و چند برابر بزرگتر از آلکاترازه، یعنی خیلی بزرگتر از آلکاتراز بهتره بگم، ولی همون 40 نفر فقط توش میتونن پلی بدن و این باعث میشه که توی کرای شما انمیای کمتری و توی مساحت کمتری ببینی، اینطوری کمتر کیل میگیری و کمتر لذت میبری. اما موضوع دیگه هم که هست ریوایوی هاست. ما توی آلکاتراز 5 تا ریوایوی داریم که خب این بازی رو جذابتر و طولانی‌تر میکنه و شانس بیشتری هم به پلیرها میده و کلا جذابترش میکنه. اما توی کرای صرفا 2 تا ریوایوی داریم و بعدش دیگه تگ و مکافات‌های ایزولیتده. و مورد بعدی هم که هست، آلکاتراز معمولا فایت ها از نوعیه خیلی نزدیکه ولی کرای توی رنج و همین باعث میشه که برای شاتگان پلیرها از جمله خودم آلکاتراز گزینه بهتر باشه. من که 101% آلکاتراز رو انتخاب میکنم، اما شما داخل کامنت ها بگید آلکاتراز یا کرای.